مادرای من توبه کنین، دروازه توبه باز است. این لباسی که خواهرجان تو میپوشی، این لباس شوروی ها امریکایی هاست. مادر تو امت رسول خدا هستی. اگر خواهر نمازم بخوانه، قرآنم بخوانه، رمضانم بگیره، ولی اگر خواهر ستر حجاب نداشتی عملش قبول نیست. بگوین استغفر الله. این ما، این تو، این قرآن، این حدیث، این علما، این مذاهب کتابا قبول نمیشه. خواهرای محترم را خداوند برشان توبه نصیب کنه. ای زن، به تو از فاطمه این گونه خطاب است که بهترین زینت زن حجش، نمازش، جهادش ستر و حجاب است. فرمان خدا، قول نبی، نص کتاب.